سلام به همگی. این هفته دنیای هوش مصنوعی رسما منفجر شد. از مدل‌هایی که اومدن و فقط برای یه روز قهرمان بودن تا استودیوهای فیلمسازی کاملی که حالا توی جیب شما جا میشن. قراره با هم 5 تا از بزرگترین خبرهایی رو بررسی کنیم که دارن همین الان آینده رو جلوی چشمای ما شکل میدن. پس بزن بریم. تا حالا به این فکر کردین که توی فقط یک هفته دنیای تکنولوژی چقدر میتونه زیر و رو بشه؟ خب اگه در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم جواب اینه خیلی زیاد. یعنی این هفته یه سری رقابت‌های نفسگیر و ابزارهای انقلابی دیدیم که بهمون ثابت کرد سرعت نوآوری‌ها دیگه از کنترل خارج شده. خب پس قراره با هم یه سفری داشته باشیم به دل اتفاقات این هفته. اول از همه یه نگاهی میندازیم به این رقابت سنگین بین شرکت‌های بزرگ. بعدش میریم سراغ داستان جالب ظهور و سقوط خیلی سریع مدل گرک. بعد از اون میبینیم که چطور 11 لبز داره دنیای ساخت ویدیو رو متحول میکنه و مانوس آی چجوری میخواد کارهای روزمره ما رو آسون‌تر کنه. و آخر سر هم میریم به یه جای شگفت‌انگیز، مرزهای جدید واقع‌گرایی توی عکس‌ها و شخصیت‌های کامپیوتری. خب بریم سراغ بخش اولمون، هفته طوفانی هوش مصنوعی. ببینید این فقط یه اسم قشنگ نیست. این هفته غول‌های تکنولوژی واقعاً یه جنگ تمام عیار را انداختن. نه فقط با هم رقابت کردن، بلکه با یه سرعت باور نکردنی پشت سر هم محصول جدید رو کردن. و میدونید بهترین قسمتش چیه؟ این رقابت شدید تهش به نفع من و شماست، چون نوآوری رو به بالاترین حد ممکن میرسونه. و حالا بخش دوم، گرک، قهرمان فقط یک روزه. اگه میخواید یه نمونه واقعی از این رقابت نفسگیر رو ببینید، هیچی بهتر از داستان جدیدترین مدل ایلان ماسک یعنی گرک نیست. یه مدلی که با یه ادعای خیلی بزرگ اومد وسط، اما داستانش یک پیچش خیلی جالب داشت. قضیه از این قراره که ایلان ماسک با مدل گراک 1/4 وارد میدون شد و یه ادعای فوق‌العاده بزرگ کرد. گفت این مدل از همه رقاباش حتی GPT-4 هم قوی تره. این یعنی یه جورایی یه اعلام جنگ مستقیم توی دنیای مدل‌های زبانی بزرگ بود. اما خب این قدرت فقط روی کاغذ و توی بنچمارک ها نبود. گراکو اومده بود که روی 2 چیز خیلی خاص تمرکز کنه. یکی هوش مکالمه‌ای که باعث میشد حرف زدن باهاش خیلی طبیعی‌تر به نظر بیاد و دومی درک عمیق‌تر احساسات ما آدما. یعنی چی؟ یعنی مثلا میتونست فرق بین کنایه، شوخی و ناراحتی رو خیلی بهتر بفهمه. و اینجاست که داستان به اوج خودش میرسه. گراک جی 1/4 به عنوان بهترین مدل هوش مصنوعی دنیا معرفی شد، اما این قهرمانی فقط 24 ساعت طول کشید. بله، درست شنیدید، فقط یک روز. همین یه اتفاق به تنهایی به اون نشون میده که سرعت نوآوری توی این حوزه چقدر دیوانه‌وار است. هر روز یه قهرمان جدید از راه میرسه. بسیار خوب. بخش سوم، 11 لبز، استودیوی فیلمسازی شما. از این رقابت سر هوش و منطق که بگذریم، میرسیم به یه دنیای دیگه، رقابت سر خلاقیت. اون شرکتی که هممون با صداهای فوق‌العاده واقعیش میشناسیمش، حالا یه قدم خیلی بزرگ برداشته و وارد دنیای تصویر و ویدیو شده. یادتونه که 11 لبز با اون صداهای هوش مصنوعی فوق‌العاده طبیعیش چجوری همه رو شگفت زده کرد؟ خب حالا اونا میخوان دقیقاً همون کارو با عکس و ویدیو هم بکنن. یعنی پلتفرمشون دیگه فقط یه ابزار برای ساختن صدا نیست، بلکه تبدیل شده به یه پکیج کامل برای تولید محتوا. و بهترین بخش ماجرا میدونید چیه؟ سادگیشه. شما توی یه پلتفرم 4 تا کار اصلی رو انجام میدید. اول با متن عکس هاتون رو میسازید. بعدش همون عکس‌ها رو تبدیل می‌کنید به ویدیوهای کوتاه. اگه کیفیتش اون چیزی که می‌خواستید نبود، بهترش می‌کنید و آخر سر هم با همون تکنولوژی صدای بی‌نظیر خودشون روی ویدیوتون صدا می‌ذارید. یعنی یه چرخه کامل خلاقیت همه یک جا. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه الان واقعاً هر کسی بدون اینکه به تجهیزات گرون یا دانش فنی خیلی پیچیده نیاز داشته باشه، میتونه یه استودیوی فیلمسازی کوچیک برای خودش توی کامپیوترش داشته باشه. این یعنی دسترس پذیر کردن خلاقیت برای همه. بریم سراغ بخش 4، مانوس AI، مرورگر هوشمند شما. خب، از دنیای خلق محتوا که بیایم بیرون، میرسیم به انجام دادن کارهای واقعی. چون هوش مصنوعی فقط برای ساختن چیزای جدید نیست،
بلکه برای اینه که کارهای تکراری و حوصله سربر روزمره ما رو هم ساده تر کنه. و دقیقاً اینجاست که یه ابزاری مثل منوس AI وارد بازی میشه. برای اینکه بفهمیم مانوس AI چقدر قدرمنده، اول باید با یه مفهوم آشنا بشیم: ایجنت هوش مصنوعی. ایجنت ها رو مثل دستیارای دیجیتال خودتون در نظر بگیرید. شما فقط بهشون میگید چی میخواید و اونا خودشون راه چجوری انجام دادنش رو پیدا میکنن و اون کار رو به جای شما توی اینترنت انجام میدن. حالا مانوس AI که یکی از پیشروترین ابزارها تو همین زمینه ایجنت های هوش مصنوعیه، به تازگی افزونه برای مرورگرها منتشر کرده. کار این افزونه خیلی ساده و در عین حال خیلی قدرتمنده. مرورگر معمولی شما رو تبدیل میکنه به یه مرورگر هوشمند که میتونه کاراتون رو اتوماتیک انجام بده. خب این در عمل یعنی چی؟ یعنی دیگه لازم نیست وقتتون رو سر کارهای خسته کننده‌ای مثل پر کردن فرم‌های ثبت نام، وارد کردن یوزرنیم پسورد یا کلنجار رفتن با اون عکسای کج و کوله کپچا هدر بدید. منوشا AI همه این کارهای رو مخ رو برای شما انجام میده. و میرسیم به بخش پنجم و آخرمون، مرز جدید واقع گرایی. اینجا دیگه داریم به جایی میرسیم که مرز بین دنیای واقعی و دنیای دیجیتال هر روز داره کمرنگتر و کمرنگتر میشه. این هفته 2 ابزار معرفی شدن که توی زمینه ساختن عکس‌ها و شخصیت‌های فوق‌العاده واقعی یه جهش بزرگ و به جلو انجام دادن. اول از همه مدلی به اسم Imagine Art نسخه 1.5 معرفی شد که میشه گفت با اختلاف واقع گرایانه ترین مدل تولید عکس که تا حالا دیدیم و خبر بهترین که استفاده ازش توی وبسایتشون کاملا رایگانه. خب، حالا تفاوت این 2 ابزار چیه؟ ببینید، Imagine Art استاد خلق کردن عکس‌های ثابته. عکس‌هایی که انقدر واقعی هستن که به سختی میتونید از یه عکس واقعی تشخیصشون بدید. اما از اون طرف هدرا تخصصش جون بخشیدن به کاراکترهاست. این ابزار میتونه شخصیت‌های با حرکات و حالت‌های چهره سینمایی و فوق‌العاده طبیعی بسازه. پس سادهش اینه، یکی برای عکاسی، اون یکی برای انیمیشن. خب، پس اگه بخوایم از تمام اتفاقات این هفته یه نتیجه گیری کنیم، اون نتیجه اینه: هوش مصنوعی قدرتمند دیگه یه چیز عجیب و غریب و دور از دسترس نیست که فقط تو آزمایشگاه‌های بزرگ پیدا بشه. این تکنولوژی داره با یه سرعت باور نکردنی تبدیل میشه به ابزارهای ساده و در دسترس برای همه ما، چه برای کارهای خلاقانه، چه برای بالا بردن بهره‌وری. و همه اینا ما رو با یه سوال بزرگ تنها میذاره. اگه فقط توی یه هفته این همه اتفاق افتاد، هفته آینده قراره چه چیزی در انتظارمون باشه؟ به نظر میاد تنها چیزی که با اطمینان میشه گفت اینه که آینده خیلی سریعتر از چیزی که فکرش رو میکنیم داره از راه میرسه. خیلی ممنونم که توی این بررسی با من همراه بودید.